با دقت گوش کن. هر چیزی توی این دنیا یه زبان داره. کامپیوتر با زبان 0 و 1 حرف میزنه. آدما با کلمات و صداها، موسیقی زبان احساس، علم زبان منطق. حتی کشورها به زبان انگلیسی، به زبان مشترک سیاسی و فرهنگی با هم ارتباط برقرار میکنن. ولی تنها یه زبانی که کائنات و کل هستی اونو میفهمه. زبانی که نه به گفتن نیاز داره، نه به نوشتن و نه به ترجمه. زبانی که از سنگ گرفته تا ستاره، از انسان تا گیاه، هر آنچه در هستی هست بهش مربوطن. و اون زبان فرکانسه. این کلیپی که یکی از دوستان خیلی عزیزم برام فرستاده رو تماشا کنید تا منظورم رو بهتر و واضحتر متوجه بشید. حتما هم ارتعاشش رو الان براتون میگیرم. دیدین؟ اون صدای فرکانس یه گل بود. یه درخت داشت اون فرکانس رو که ما هم صداش رو شنیدیم از خودش رها میکرد. فرکانسی که از وجودش آزاد میشد و همه ما مثل اون درخت، ولی با رفتارها، صحبتها و تفکراتمون فرکانس‌های پایین و بالایی رو در کائنات آزاد میکنیم. و دلیل این پدیده چیه؟ چون همه چیز توی این دنیا انرژیه و هر انرژی یه فرکانس داره و هر فرکانس ارتعاش خاص خودش رو پخش میکنه. ذهن تو، قلبت، حرفات، حتی سکوتت، همه دارن ارتعاشاتی رو در کائنات پخش میکنن. ارتعاشاتی که برخواسته از فرکانسی هستند که تو در اون لحظه در اون قرار داری. وقتی میترسی یه فرکانس، وقت شادی یه فرکانس دیگه، وقت عشق هم یه فرکانس دیگه. اگه میخواستی زندگی تو عوض کنی، باید اول میدونستی که کائنات فقط یه زبان رو میفهمه و اون زبان فرکانسه. و این یعنی اگه واقعا میخوای زندگی تو تغییر بدی، باید با کائنات به زبان خودش صحبت کنی. و اگر از کائنات چیزهای مثبت و خوب میخوای، تنها کاری که باید بکنی اینه که فرکانس تو به فرکانس چیزهای خوب و مثبت تغییر بدی. فرکانس تو بالا ببری، چون فقط چیزهای خوب، افکار و صحبتهای خوب و مثبت هستن که فرکانس بالایی دارن. این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. روز خوش.